به شما بینندگان عزیز. دانیال هستم از سری برنامه‌های گام بعدی. در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه خواهر لویز مخوف عزیز. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. با کمال افتخار اینکه کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. ممنونم دانیل جان. منم مشتاقانه حقیقتا منتظر وقتی هستم که با شما و با بینندگان عزیز بگذرونم. بینندگان عزیز، با سلامی گرم، وقتتون بخیر. خوشحالم که با شما امروز هستم در خدمت شما. موضوعی رو که امروز صحبت میکنیم جلب توجه شما رو بکنه و مفید باشه. برکت بگیرید از این مطلبی که میخوایم حرف بزنیم. حتما همینطوره. امروز میخوایم در رابطه به این موضوع بپردازیم که مسیح میگه که شما نمک جهانید. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشید من آیه مربوطش رو بخونم. البته شما عزیزان همه میدونید. متی باب 5 آیه 13 میگه شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آن که بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. یک چیز علمی اونجا هست. نکته جالبی رو. بله، نکات کلیدی این موضوع است. بله من خیلی اتفاقا در این مورد کنجکاو شده بودم چرا ما رو به نمک تشبیه کرده. در حال علتی هست که توضیح خواهیم داد. ما اون چیزی که در مورد نمک باید بدونیم، اغلب وقتی که برای چکاپ سلامتی میریم پیش دکتر، اگه سن و سالی مثلا به سن و سال من باشید، اولی حرفشون اینه که نمک زیاد نخورید. برای اینکه نمک زیاد گرچه نمک لازمه زندگیه، اما زیادش مضر. حقیقتش ما در بدن خودمون نمک داریم. خون ما، اشکمون، عرقمون، اینا توش میزان زیادی نمک توش هست. پس ما با خودمون نمک داریم حمل میکنیم. ما خودمون معدن نمکیم اگه بخوایم اینطوری بگیم. اهمیت این ماده معدنی البته چیز جدیدی نیست. این برمیگرده به قرون باستان. خیلی به اصطلاح قرنها پیش ما در زمان باستان نمک حکم پول رو داشت، مثل پول عمل میکرد. ما یونانیان اون رو اصلا معدن الهی میخوندن، در رده چیزای الهی آسمانی میدونستن این رو. قوم اسرائیل از همون ابتدا وقتی که 10 فرمان بهشون داده شد و در مورد قربانی ها در کتاب لاویان وقتی دستوراتی رو داد، میگه که برای هر هدیه‌ای به خدا باید نمک بهش اضافه میشد. ما لاویان 2:13 میگه با هر قربانی خود نمک بگذران. البته اول این میگه با هر هدیه آردی به اون نمک اضافه کن. بعد آخر آیه میگه که با هر قربانی خود نمک بگذران. میبینیم که تا چه حد مهمه این مسئله نمک. ما در زمان روم باستان، در زمان امپراتوری روم، خیلی ارزش داشت. اصلا سربازا حقوقشون با نمک در واقع فراهم میشد. به چیز نمک داده میشد به اینها. یکی از اسامی شیمیایی یا معدنی که برای نمک عنوان میکنن کلمه‌ای هست به اسم یه ماده معدنی به اسم سلریم بهش میگن. خب این اشاره به ارز و ارزش مالی این سنگ به اصطلاح یا این ماده معدنی به عنوان حقوقه. ما میبینیم کلمه حقوق در انگلیسی اسمش از سالری. اون سالری در واقع به مرور زمان به این کلمه تبدیل شد. از این کلمه سلریم میاد. ارزش حقوقی داشت. پول حقوق سربازای روم رو با نمک میدادن، با نمک خرید و فروش میکردن ملت. در قرون وسطا حتی در بعضی از جوامع اصلا اینو میگفتن طلای سفید، اینقدر ارزش داشت. عیسی در همین موعظه مشهورش که موعظه سر کوه باشه که واقعا زیباترین خطابه دنیاست، در این موعظه مشهور میگه که شما نمک جهانید. به من و شما این رو میگه، به بینندگان عزیز میگه و اخطار میده. اینجا یه اخطاره که میگه که نمک ممکنه فاسد بشه، یعنی اینکه مزه‌شو از دست بده. شما خوندید آیه رو. اگه ایمانداری حقیقتا مزه‌شو از دست بده بیفایده میشه و دور انداخته میشه. واقعیت. عیسی به همه کسایی که همه جا او رو دنبال میکردن میگه که باید در دنیا اثرگذار باشید. اگه ما در جایی که قرار داریم، در محیط اطراف و در دایره بزرگتر اثرگذار نباشیم، یعنی نمک ما یه ایرادی پیدا کرده. این علامته.
میگه که در این دنیا باید شما اثرگذار باشیم، باید مزه خوب بدید به دنیا، باید مثل ماده محافظ دنیا رو محافظت کنید، چون نمک ماده محافظه. ما سالیان سال هست و هنوز هم این روش ادامه داره برای ذخیره کردن غذاهای گوشتی، مخصوصاً سبزیجات هم همینطور، ولی گوشتی بیشتر. از زمان باستان این بوده که گوشت رو برای اینکه در زمستون فصل شکار اینا فرق میکرد از نظر خب حیوانات زمستان خوابی میرفتن بیرون نمی اومدن، اینها گوشت و ماهی و اینجور چیزا رو برمیداشتن نمکی میکردن، حالا یا شور بوده یا دودی بوده یا حتی ترشی میذاشتن، اینا رو به عنوان ماده محافظ ازش استفاده میشد که الان ما میبینیم دارن استفاده میکنن این رو به عنوان همین برای حفاظت. مسیحیایی که از خدا اطاعت میکنن و ارادهش رو به عمل میارن، مثل این ماده محافظ دارن در دنیا عمل میکنن، اثر میذارن، حفاظت، اون دوام و مصرف، تاریخ مصرف غذا یا مردم دنیا رو دارن اینا طولانیش میکنن، اثر میذارن. میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ ببینید ماده محافظ رو برای چی میذارن؟ شما گوشت و مرغ و ماهی و اینجور چیزا رو نمک میزدن و نگه میداشتن که خوراک داشته باشن برای زمستون. درست. و این کار رو برای زمستون، زمان تابستون و ما مورچه میبینیم برای زمستونش ذخیره میکنه. داره اینو میگه که شما برای اینکه طعم دنیا باشی، ماده محافظ دنیا باشی، باید اثر نمک بودن و خودتو نگه داری. ماده محافظ طول عمر غذا رو اضافه میکنه، یعنی شما سلامتی بر زمین میارید. یک، باعث تندرستی هستید، محافظت هستید. و دوم این که کاری که غذاست، شما غذای این دنیا هستید، برابر این طریق شما در واقع اثر میذارید بر دنیا. مثلا حالا من با یک مثال اینو اگه اجازه بدید توضیح بدم. مثلا ما با بشارتی که میدیم به مردم در رابطه با انجیل یا با محبتی میکنیم که به مردم با گوش دادن، ممکنه کسایی هستن که حتی ایمان ندارن ولی ما میشیم دوتا گوش برای همه فراری هن از اینکه به صحبت‌ها، به ناامیدی، به ناله‌ها و غرغرهای مردم گوش بدن. زندگی ما بازتابی از عیسی باشه. من همیشه میگم عیسی رو زندگی کنیم، تموم شد. هر کاری می‌خوای بکنی. همه چی در جای درست خودش قرار میگیره. بله، وقتی مسیحیایی که از خدا اطاعت میکنن، همینطور که گفتم مسیح رو زندگی میکنن، چیزی که شما گفتی گوش باشیم، چشم باشیم، دل باشیم براشون، آغوش باشیم، سرشونه باشیم برای گریه هاشون، در واقع اینها مثل ماده محافظ دارن برای دنیا عمل میکنن. پولس رسول در رساله کولسیان باب 4 آیات 56 این لب مطلبش اینه، میگه که سخنانتان آغشته به نمک باشد. چرا اینو میگه؟ نمک همونطور که گفتم علاوه بر مزه، یعنی خوش نمک باشه، قشنگ بگو، طرف خوشش بیاد، یه جوری بگو که جلب توجهشو بکنه، ماده محافظه. چشم و گوش و دل و وجود باشیم، کسی باشیم که حقیقتا اهمیت بدیم به مردم. دلیل داره چرا این رو گفته و یا اینکه اونجا گفته شما نمک جهانید، اگه نمک فاسد بشه چی میشه؟ دلیلش هم اینه. تو قرن اول رسم خانه سازی اینطور بود که طبقه بالای خونه رو، بالا خونه رو برای مهمون نگه می داشتن. ما می بینیم در زمان الیشع یا زمان ایلیا می بینیم که طرف اینا که می رفتن مسافرت این سر اون سر، تو خونه کسایی که می مونن اشاره می کنه به بالاخانه. بالاخانه رو برای مهمون نگه می داشتن و وقتی که اینو می ساختن کفش از چوب بود و اینا گچ می مالیدن به در و دیوار و سقف و به کف زمین. منتها گچی که به در و به دیوار و سقف میمالیدن، این به مرور زمان پوسته پوسته میشد برای اینکه گچ بود. ولی برای کف زمین روی چوب چون صدا تولید میکرد و محکم هم، یعنی بخواستن استحکام بدن، هم ضد صدا بکنن، هم سفت باشه که جرق و جرق نکنه، به قول معروف صدای چوب در نیاد، اینا میومدن گچ رو با نمک قاطی میکردن و این نمک وقتی که در اثر چی میگن قدم زدن، راه رفتن، یواش یواش محکم میشد. ولی اون نمک دیگه نمک نبود برای اینکه آلوده شده
و بعد وقتی که اگر خراب میشد یا چیز بود، اون نمک دیگه نه به درد غذا میخورد نه چی، و اصلا خاصیت نمک بودنش هم از دست داده، برای اینکه با گچ قاطی شده و این رو برای تعمیرات در واقع میکندن، دور مینداختن، سری جدید میذاشتن. اینجاست میگه که اگه نمک فاسد بشه، یعنی اینکه با دنیا قاطی بشه، با ارزش‌های دنیا قاطی بشه، در واقع ارزش خودش از دست میده و باید دور انداخته بشه. چیزی که در این مطلب، این اخطاری که عیسی داره به ما میده، میگه که سعی کنید خالص بمونید، خودتون رو با ارزش‌های دنیا قاطی نکنید. مثل اون نمکی که به اصطلاح کف پا هست، پایمال میشه، با شما رفتار نشه، شما رو دور نندازن. در جمعی که هستید در واقع نمکی باشید، مزه بدید به جمع، اثرگذار باشید از نظر حفاظت. چون وقتی ما قاطی میشیم با ارزش‌های دنیا، حقیقتاً این نمک بودن ما اون خاصیت اصلی خودش از دست میده. گفتم با مواد دیگه قاطی میشه. ما نمک در خودمون داشته باشیم و بیایم تلخی بهش اضافه بکنیم، یه چیز نمکی و تلخ که اصلا دیگه نمیشه خورد، نمیشه خورد و اثر نداره. یا نمک رو برداریم با یه چیز شیرین قاطی بکنیم. حالا شیرین مسئله اینی، باز میگن شور و شیرینه، یه ذره میشه ولی در دراز مدت حقیقتا دلو میزنه، نمیتونیم اینو ادامه بدیم. و حتی خود نمک هم اگر بی اندازه زیاد باشه، اصلا یه چیز بکنی دیگه اصلا بر نمیگردی اون غذا رو دست بزنی. دقیقا یه ضرب المثلی هست که کاملا از بچگی انقدر تو گوش بچه‌ها و تو گوش ماها خونده بودن، گفتن که گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. که دقیقاً کاملا اشتباه. عیسی مسیح میگه که برعکس این باید باشید. دقیقاً همینطوره، مثل نمک عمل بکنید، حقیقتاً اثرگذار باشید. و من به بچه‌های خودم چیزی رو که گفتم میخوام بگم. من به بچه‌های خودم کوچیک که بودن، اینا هر دفعه میومدن مامان مثلا دوستم این کرده، من اینو میخوام، من اونو، اون مسئله این نبود، از نظر دادن فراهم کردن مشکلی نداشتم بریم، ولی بهشون میگفتم سعی کنید که شما رهبر باشید، دیگران از شما پیروی کنن، شما از دیگران پیروی نکنید. دقیقاً این نصیحت من بود براشون. مرسی لویز جان. اما اگه اجازه بدید بریم به همراه بیننده‌ها یه استراحت کوتاه بکنیم و خیلی زود برگردیم. این موضوع بسیار مهم که عیسی مسیح میگه شما نمک جهان هستید رو با هم بررسی خواهیم کرد. جای نرید، از پای گیرنده‌هاتون تکون نخورین. خیلی زود برمیگردیم، با ما همراه باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم با سری برنامه‌های گام بعدی به همراه خواهر لویز. به طور خاص داشتیم در این باره صحبت می‌کردیم که مسیح میگه که شما نمک جهان هستید. قبل از اینکه بریم استراحت، خواهر لویز داشت در رابطه با این موضوع صحبت می‌کرد و به این مثال رسیدیم که من گفتم که برخلاف کودکی که از بس تو گوش ما خونده بودن که میگن که این ضرب المثل کاملا اشتباه که میگه گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ولی عیسی مسیح اصلا این رو نمیگه. میگه که شما نمک جهان هستید و اگر قاطی بشید با این دنیا، اون خاصیت و اون خواص خودتون رو از دست میدید، پس دیگه اون موقع هیچ فایده‌ای ندارید، دور ریخته میشه. و داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. لویز جان، به نکات کلیدی بعدی بی‌صبرانه منتظریم که از شما گوش بدیم. بله، در مقابل ضرب المثلی که زدید، اتفاقا ما یه آیه بسیار صریح داریم در مورد این که شما میگید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. اتفاقا درست آیه هست در رومیان 12 آیه 1 و 2 میگه که اصلا همشکل این جهان مشوید. این دیگه 100%، نه اینکه بگیم این
ضرب المثل اشتباهه. ما آیه صریح داریم در این مورد که میگه اصلا همشکل این جهان نشی. اگه اجازه بدید من آیه رو بخونمش. رومیان 12:2 میگه که و دیگر همشکل این عصر یا این دنیا مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود، خواست نیکو، پسندیده و کامل او. دقیقاً همینطوره. آره، گفتیم که لازم نیست با دنیا قاطی بشیم. وقتی که قاطی میشیم و خاصیت نمک بودن خودمون رو از دست میدیم. فکر نمی‌کنم منظور این باشه که ما خودمون رو جدا کنیم از آدما، خودمون رو ایزوله بکنیم. اتفاقا قاطی آدما باید باشیم، ما رو ببینن، ولی در لحاظ ارزشی نباید قاطیه. دقیقاً ارزش هایی رو که به خودمون میفرستیم، باور میکنیم و بر اساس اون ارزش ها زندگی میکنیم، این مهمه. ما به عنوان کسی که ادعا میکنیم باید حقیقتا مسیح رو زندگی بکنیم و برمیگرده میگه که تا شما رو ببینن، اون خدایی که شما اونو میپرستید اونو تمجید کنن و بپرستن. در واقع ما این وسط داریم بازتابی از صورت خدا در واقع خواهیم بود. وقتی میگه که شما نمک جهانید، دقت بکنید این جمله هم خبریه، هم یک دستوری توش داره. انتخاب نیست، یه هویت به ما داده. برچسب گذاشته رو ما، شما نمک جهانید. آقای دانیال شمایید، یا لوئیس شمایید. نمیگه که هر وقت دلت خواست نمک باش، یا اگه دوست داری نمک باش. حالا میشه لطفا نمک باشی؟ اصلا اینطور نیست. یک در حین اینکه مثل حالت حکمه، یک هویت، یه چیزی رو در مورد ما داره اعلام میکنه. پس اختیاری نیست، انتخاب نیست، بلکه یه هویته. هر کس بهش اعتماد میکنه و بهش ایمان میاره و نجات پیدا میکنه، در واقع میشه نمک جهان. و گفتیم باز به عنوان نمک باید بتونیم مسیح رو زندگی کنیم. یکی از خاصیت‌های مسیح نمک تشنگیه. وقتی ما نمک میخوریم تشنگی ایجاد میکنه. وقتی ما مسیح رو زندگی میکنیم، دیگران که مسیح رو میبینن تشنگی درشون ایجاد میشه و حقیقتا میخوام میگه این چیزی که باور کنید، من در چند تا شهادت در روزهای تعمید بعضی از افراد میگفت من وقتی دیدم شوهرم یا زنم عوض شد، گفتم اون خدایی که اینو عوض کرده من اونو میخوام. این تشنگیه، اشتیاقه. نمک تشنگی ایجاد میکنه و ما با مسیح زندگی کردن، مسیح رو بازتاب دادن، منعکس کردن، تشنگی برای عیسی در مردم ایجاد میکنیم. اون زمان خب زمان عیسی یخچال نبود که ماهی‌ها رو وقتی میگرفتن، مخصوصا در دریای جلیل، خب اینا هم ماهیگیر بودن. این ماهی‌ها رو که میگرفتن، برای اینکه اینها رو سالم نگه دارن، تازه میگرفتن، باید اینو با نمک عمل می آوردن که اینو بتونن طولانی‌تر ازش استفاده بکنن. اون سلامتی و قوت روحانی ایمانداران اینه که بر فساد و بر پوسیدگی دنیا اثر بذارن، بتونن به اصطلاح کیفیت یک سلامتی رو نگه دارن. کاری که با نمک میکردن برای ماهی‌ها و برای گوشت و اینا، اون سلامتی طبیعی گوشت رو نگه میداشتن اینها و مهرموم میکردن به قول معروف. برای همینه که به عنوان ایمانداران ما اینطوری داریم در دنیا عمل میکنیم، مثل ماده محافظت کننده. ایمانداران به عنوان نمک در دنیا اثر گناه رو که زندگی ها رو نابود میکنه مثل این دارن عمل میکنن. نمک بودن در واقع یه امتیازیه که عیسی به من و شما داده، ولی اخطاری هم باهاش به ما داده. یعنی یه امتیاز داده، کنار این امتیاز یه اخطار داده. امتیاز این بوده که گفته شما نمک جهانید، پس اون تمام خاصیت تاثیرگذاری نمک رو در ما گذاشته، ولی یه اخطار داده به ما. البته در این اخطار به ما نمیگه که شما نجاتتون رو از دست میدید، این رو نمیگه، ولی میگه که شما طعم نمک رو از دست میدید، خاصیت نمک بودنتون رو از دست میدید. یه ایمانداری میشید که ادعا دارید ولی با دیدن شما کسی جذب نمیشه، تشنگی درش ایجاد نمیشه که بخواد خدای تو رو پیروی کنه. وقتی نمک آلوده میشه، واقعیت امر اینه که سمی و خطرناک میشه. برای سلامتی خطرناک و مضر وقتی نمک آلوده است. نمک سمی رو حتی تو باغبونی هم نمیتونن استفاده بکنن ازش. برای اینه که میگه که باید دور ریخته بشه. ما مثال اون کف اتاق رو آوردیم برای بالاخانه.
در واقع خاصیتش اینه که سفت باشه، فقط همون، ولی نمیشه خورد، سمیه، خطرناکه و گفتم به درد هیچ کاری نمیخوره، حتی باغبونی. باغبانی برای چیز حلزون رو و حتی کیفیت خاک بنا به منطقه‌ای که هست و بخوان محصولات خاصی رو پرورش بدن، میزان نمک خاک رو یه مقدار بالاتر میبرن به شکل مصنوعی. و یا اینکه اگه حلزون در منطقه است، برای سبزیجاتی که طولشون کوتاه و لطیفن، حلزونا اینا رو میخورن، غذاشونه، اینا نمک اطراف میپاشن که حلزون نتونه بیاد، یا حالت مانع باشه براش، چون حل میکنه. نمک روی حلزون بریزی مثل ژل اصلا حل میشه. برای همین میگه حتی به درد باغبونی هم نمیخوره، باید دور ریخته بشه. اگه اجازه دادیم تو زندگیمون نااطاعتی، بی‌توجهی، بی‌تفاوتی رو زندگی ما حاکم باشه، حکومت بکنه، ما به نمکی آلوده تبدیل میشیم. برای اینکه ناخالصی رو آوردیم وارد این خالصی کردیم، دیگه خالص نیستیم و نمک بودن خودمون رو از دست میدیم. واقعا احتیاج داریم. هر جا حس کردیم ما خاصیت نمک بودن خودمون رو از دست دادیم و داریم تلخ میشیم، یا داریم زیادی نمکی میشیم، یا داریم بی تأثیر میشیم در محیط، واقعا احتیاج داریم ما اعتراف بکنیم به گناهان خودمون و اجازه بدیم خدا ما رو دوباره بازسازی بکنه. بعضی مواقع ممکنه این فریبم بخوریم که توی کلیسا یا با افراد ایمانداری که ما فقط در تماس هستیم توی کلیسا و با اون افراد نمک باشیم. وقتی با آدمای عادی سر کار، محل کار یا بیرون توی خیابون، توی پارک، جاهایی که رفت آمد میکنیم، عکس العمل‌های ما، رفتار ما اون نمکی که باید باشیم نیستش. بله درسته. اصلا این آیه خیلی واضح هست، میگه شما نمک جهانید، نمیگه شما نمک کلیسایید. یک محیط بسته کلیسا رو نمیگه، اتفاقا در بیرون از کلیسا هست این مسئله رو که خودشو نشون میده، نمک بودن خودشو. ما نمک جهانیم، یعنی بدون استثنا. یه چیز فراگیر، همه‌گیر هست، عمومیه. همطور که گفتم وقتی که متوجه میشیم این خالص بودن رو داریم از دست میدیم، نمک بودن رو از دست بدیم، من همیشه میگم کار فدیه مسیح فقط برای گناهان گذشته ما نبوده. هر جا گناهی رو مرتکب شدیم و توبه کردیم، این کار فدیه مسیح برای الان من هم مصداق داره. دیگه از اون بالاتر نی. پتروس رو انکار کرد ولی توبه کرد، ناراحت شد، گریست، کلیسا رو برای او بنا کرد. دقیقاً همینطوره. بله، مثال خوبی رو زدید، نمونه خوبی رو آوردید. اصلا عیسی توضیح داد که مسیحی‌ها تعادل و امید رو به دنیایی که در حال مرگه میارن. حقیقتاً این دنیا زیر سقوطه، بسیار مسمومه، بسیار خطرناکه، هر روزم داره بدتر میشه. سلامتی نیست. به عنوان حقوق بشر، یعنی به انواع اقسام مختلف دارن، تله‌های مختلف دارن چیز میکنن، از مرد و زن بگیر که یکی بشه و اتفاقات دیگه همینطوری داره سقوط دنیایی که هویت ما رو مورد حمله قرار داده. خدا میگه تو نمکی، تو فرزند منی، تو اینی، تو اونی. دنیا میگه که نه، تو حتی جنسیتت هم نباید اسمشو بیاری. شما نمیتونی بگی تو پسری، تو دختری، شما انسانی. بعد کلمه‌ای که در انگلیسی براش استفاده میکنن در زبان، کلمه‌ای که برای اجسام استفاده میکنن، برای چیزای جامد، برای جسم، ماده. ما جسم و ماده نیستیم، گرچه جسم داریم ولی ما روح و جسم و جان و روح هستیم. ما حیات داریم، ما هویت داریم. اونجا که میگه شما نمک جهانید، همونطور که گفتم یک هویتی داده به ما و به ما اخطار رو میده. مواظب باشید که شما در من کی هستید. شما نمکید. این هویته و باید مواظب باشیم هویت خودمون رو در خداوند حفظ بکنیم. این اخطار همینه که حواستون به هویتتون باشه، برای اینکه دنیا به شما یه هویت غلط میده، به کیفیت، به ارزشی که داریم. دقیقاً به اون که هست، بدونیم کی هستیم، به کی متعلق هستیم و چطور این کی بودن خودمون رو در واقع داریم
نشون میدیم. توضیح گفتم همینطور که گفتیم که مسیحی‌ها تعادل رو و امید رو به دنیای در حال مرگ میارن. ما با آزمایشاتی که در زندگی پیش میاد، مشکلات و سختی‌ها میتونه قوت ما رو از ما بگیره و ما رو خسته بکنه. اگه مواظب نباشیم این ناامیدی، این بی‌قوتی، این خستگی یواش یواش سمی رو وارد وجود ما میکنه به عنوان غرغر. اول با غرغر، با انتقاد، با بدبینی، با تلخی، یهو ما چشم باز میکنیم میبینیم ای بابا ما کلی خالصیت خودمون رو از دست دادیم. ببینید نمک تو آب حل میشه. وقتی که اجازه میدیم تلخی ها وارد بشه، خستگی، بی‌قوتی، بی احتیاطی ما، در واقع ما میتونیم با این تجربیات در شرایط موجود خودمون در اون دور و بر ما هم در مسائل مختلف دنیا حل بشیم. مواظب باشیم این رو. مرسی لویز جان، مرسی خیلی. برای خود من که باعث برکت بود، امیدوارم که برای شما عزیزانم باعث برکت بوده باشه، مخصوصا شما عزیزانی که داخل ایران هستید با تمام شرایط اتفاقاتی که میفته و ما دعا میکنیم که شما عزیزان نمک اون کشور باشید و بتونید تأثیر بذارید روی دیگر عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان نیارن. میدونم سخته ولی قوت خدا با شما هست، مست خدا و پری خدا با شما هست. ممنون که با ما همراه بودید. ممنون لویز جان، خدا برکتتون بده. شما عزیزان رو به دستهای پرقوت خداوند میسپارم و امیدوارم که نمک این دنیا باشید. تا درودی دیگر، بدرود عزیزان.